به نام خدا، ستاره هستم از تیم همکار دانشجو. با شما هستم با حل یک مثال از استاتیک. مثال: مومن اینرسی مثلث زیر را حول قاعده آن به دست آورد. برای به دست آوردن مومن اینرسی یک شکل ابتدا باید محور اون مشخص شده باشه. در نتیجه پای x رو میتونیم به صورت انتگرال y2 دی آ بنویسیم که دی آ رو در شکل میتونیم به این صورت مشخص کنیم که طولی برابر با x داره و فاصله اون از محور رو هم میتونیم y در نظر بگیریم. خب با جایگذاری در داخل انتگرال به دست میاد y2 ضرب در x دی y. برای به دست آوردن x ما در دو مثلث ایجاد شده که یکیش کوچیکه و یکیش هم از ابتدا بوده میتونیم رابطه رو به صورت h به b مساوی h منهای y به x بنویسیم. در نتیجه x برابر میشه با h منهای y بیوم میکنم h منهای y تقسیم بر h ضرب در b. خب در نتیجه پای x برابر میشه با انتگرال y2 h منهای y تقسیم بر h b دی y که y از 0 تا h قابل تغییر هست. خب با بیرون آوردن b از داخل انتگرال به صورت y2 منهای y3 تقسیم بر h دی y در میاد که ما حاصل این انتگرال رو میدونیم و میدونیم که برابر y3 سوم منهای y4 به روی 4h هستش که از 0 تا h تغییر میکنه. با قرار دادن این مقادیر داخل حاصل انتگرال جوابی که به دست میاد برابر میشه با h3 سوم منهای h3 چهارم و جواب پایانی برابر میشه با b h3 12.